ما رسیدیم جامون، چادر میزنیم زیر اون درخت. چرا این کارو کردی ها؟ این سفر کاملا ازا کنشم. بذار خودم خشکش میکنم. فکر میکنم جادهش میره اون طرفی. ما اینجا تصمیم گرفتیم از این نقطه از جاده جدا بشیم و وارد جنگل بکر بشیم. به دوستان گفتیم از بالا چشمه میریم ولی نظر ما عوض شد. میخوایم یکم چالشمون رو بیشتر کنیم. و اجازه ورود به حریم امن شما درختان و کهنسال به ما داده میشه. سپاسگزارم که ما را به حضور پذیرفتید. ای جان جانان، ممنون که حافظ مایید. سپاسگزارم که پیشاپیش هیچ حیوان خطرناکی بستر راه ما کمین نکرد و همه با صلح و دوستی در کنار همین با هم دوستیم و ما برای این طبیعت جز خیر چیزی نخواهیم داشت. این سفر کاملا ازا کنشم و باز نکردم. ما در مسیری هستیم که من همه نشانه ها رو دنبال میکنم و باور ساختم برای خودم این شکلیه. خیلی حال میکنم. وسط جنگل گذاشتیم، رسیدیم به یه جای صاف. خوب اینجا درخت بزرگی نره که شاخش بعد زیاد داشته باشه شب بزرش آلو رو. آره جای خوبیه به نظر من. همینجا بذاریم؟ اینجا بذاریم. یه نگاه تا اونجا بالا رو بکنیم. بریم. این مسیر میبینه؟ این مسیر آدم نیست. یه حیوانی از اون ور رفت. آرمان دنبال یه حیوان دیگه داره میره دقیقا سر رد پاش. این جلوترش هم بازم خط است. نگاه کن. اینجا چقدر خوبه کنار این درخته. ما رسیدیم جامون، چادر میزنیم زیر اون درخت.
میزنی وسط رو. آره چوب ریز باید برم بریزم توش. چوبمون کم اومده، یکم میریم از زیر برفا باید با دستی همچین حالتی در بیاریم که چوب پیدا کنیم. ژاپن تو اون بره تو؟ آره اینجا اومد. اینجا یه منبع خوب پیدا اونورم هست. یکی گلگاف زبان و آویشن و یک کوچولو چایی و زنجبیل. اومدیم تو چادر. اوه موهاتم همه خیسه ها، یا خشکش کنم. بذار خودم خشکش میکنم. پسره شب صورتش باید بذار رو حوله بخوابه. آخه جان جورا منو بگیر. آخش چیز کنیم کنسرو لوبیا رو بگیر گرم کنیم بخوریم حال میده. جو بزنیم که برفه میگوریمش بالا سرتو بزن یه خورده برفا بریزن. اونو خوشه سلام خودم هم میشونم پیدا کنم. یه منفی 8 درجه چیزی نیست. آی ترسناکی شدیم. دلم نمیاد بریم از اینجا. تازه آفتاب داره در میاد، بریم دور بزنیم. واه من
عاشق این درخت شدم. اینقدر زیباست. درش بازی میکنه با قارون. عاشقشم. درود بر توی درخت بزرگ زیبا. با شلوارک. خیلی کلفت. تو هم کلفتی. چرا این کارو کردی؟ تمام بدن آقا من به زور خودم رو خوش کرده بودم. واو نگاه کنی خدا دور میمون. حداقل فاصله بگیر. گفتم دقیقا بالا سر من ازد. این واقعیه این صحنه ها؟ همونو میگم دیگه. اصلا خیلی عجیبه. پرنگ‌های بخوی دیشب اینجا خوابیده بودن. خونک چی شد؟ خونک شد. وای طوفان اومد. این چیه؟ شوتش کنم توپ منه. رفت یه تیکه از خوردم. درختای جوون رو قطع. برو بریم. فعلا همین دره بریم. مثل که احتمالا آقا بیا جاده است. جاده است. بالای زانومه. قشنگ. نه تا اینجا. فکر کنم ما اولین نفری هستیم که داریم جاده رو میریم پایین. هیچی افتاد. اینجا افتاد. سنگ. عجب نگاه تیز بین. اینجا میش میکنه مسیر رو.